همین نوک چلی که پاد میگم خدمت دختر حضرت عزراییل خیلی کوچک بودم خدمت دختر اورا بعد اینو که پاد هم خیلی کشیده می آورده بعد پا خنر میشه کو همین خیلی اومدن میگفته وقتی که چشم امیسی و مردور رو نگاه کنین یک توچکا رو نگاه میکنن اورا هم خیلی میکشه میبره هم خیلی نگاه کرده میسته چشمش یک تا خیلی میکنن محکم نمیشه کو همین دودگی با خیلی میکفم میسته بسیار جدا اگر کدی نیستود ترک این چلیکوتونه این خیلی بیسته سنت هم که بجکن بیسته و میچسبه بسیار خوشبو میسته اینقدر سخته گفت وقتی نماز خوندی سکرات موت آسان میشه نماز اینقدر فضیلت بزرگ نماز بامداد بود بعد گفت که کسی نماز پیشین نمیخونه تجارتش سودار زندگیش در برکت میشه زیپا گشتن بهر گناهان نماز عصرت باشد ای مسلمان اگر نماز عصر خواندی گناهات خدای تعالی پروردگار پاک میکنه گذشتن پول سیرات بر تو آسان نماز شام باشد از بریان نماز شام خواندی پول سیرات میدونی چند بارو شنیدیم که از لزوت تیزه از رشته تیزه روز یک حدیث خوندم در تای پول سیرات یک اژدها 16 تا دندون داره هر یک دندونش در میگه بالوش در 100 سال راه میره اگر بغلطی دهنی همو داره کسی نماز شام خواندگ ان شاء الله نماز پول سیرات آسان میگه بعد نماز خفتن میگه زی تاریکی گور در امان است نماز خفتن ای برادر بهریان است نماز خفتن که خواندی تاریکه گورت هم خیلی روشن میسته دو نماز تاریک داریم یکی نماز بامداد یکی نماز خفتن کسی همین دو نماز تاریکی در نماز هم میخونه گورش انشاءالله منور میشه خداوند کریم پروردگار صاحب و ثمر امر معروف در نامه اوراهای همین خاندان و کتابات بگردید باید دیم صاحبانی توی خدا توی مبارک عاقبت چنان بخیر بگردانی خدای تعالی پروردگار فرزندای صالح و سالم و مثل امام حسن و امام حسین نصیب شده یا رحمانی